به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه بینندگان نهایت گرامی، امیدوار هستم همگی خوب و صحتمند باشید. باز هم شما را در یکی از ویدیوهای درسی از ریاضی صنف هفتم خوش آمدید میگویم. در این ویدیو ستهای متناهی و غیر متناهی را معرفی می‌داریم. ست متناهی چیست دوستای عزیز؟ ستی که تعداد عناصر قابل شمارش باشند به نام ست متناهیات می شود. به گونه مثال ست حروف الفبای زبان انگلیسی که از 26 حرف تشکیل شده و یک ست متناهی است. و از طرف دیگر مثلا ما اگر مثال به این شکل بگوییم ست اعداد طبیعی یک رقمی، این ست به حرف چی نشانیم؟ به حرف ا. شما میفهمین اعداد طبیعی یک رقمی عنصر اولش کدام عدد است؟ عدد یک. از یک شروع میشه و به کدام عدد ختم میشه؟ به عدد 9 ختم میشه. اعداد یک رقمی یک، ای دو، ای سه، ای چار، ای پنج، ای شش، ای هفت، ای هشت، ای 9. ببینین دوستای عزیز، اعداد طبیعی یک رقمی اینی تعداد عناصرش قابل شمارش است. اعداد طبیعی یک رقمی از 1 الی 9 چند عنصر میشه؟ 9 عنصر میشه. و از طرف دیگر زمانی که ما میاییم در هندسه کار میکنیم، مثلا وقتی ما میگوییم 5 ضلعی یا 6 ضلعی، این 5 ضلعی یا 6 ضلعی تعداد اضلاع اینها یک ست متناهی را بر از ما نشان میده. و یا وقتی ما میگوییم تمام نقاط رأس های یک سه ضلعی، شما ببینید سه ضلعی ها معمولا چی است؟ مثلث هستند. مثلث چند رأس داره؟ 3 رأس داره، یعنی نقطه A، نقطه B، نقطه C. پس رأس های مثلث از چند نقطه تشکیل شده؟ از 3 نقطه تشکیل شده. پس این 3 نقطه یک ست میشه و او ست هم ستی چی است؟ متناهی است. و از طرف دیگه اگر اضلاع زیر ما در نظر بگیریم، مثلث دارای چند ضلع است؟ دارای 3 ضلع و این 3 ضلع مثلث هم یک ستی است. چی رو بر از ما نشان میده؟ یک ستی متناهی رو نشان میده بر از ما. و دوم ست غیر متناهی. ست غیر متناهی چگونه یک ست است دوستای عزیز؟ ستی که عناصر آن قابل شمارش نباشند به نام ست غیر متناهی یاد می شود. شما ببینید ما از کلمه متناهی یا منتهی استفاده میکنیم همیشه. این دو کلمه ریشه مشترک دارند. و از طرف دیگر ما اگر از دانش آموزای خود بپرسیم برای کلمه متناهی و منتهی شما میتونین یک کلمه ای را پیدا کنین که با از ریشه مشترک داشته باشد؟ بله دقیقاً. مثلا انتها یا انتهایی اگر میگیم با کلمه متناهی و منتهی ریشه مشترک دارند. پس ست غیر متناهی ستی که تعداد عناصریان قابل شمارش نباشند به نام ست غیر متناهیات می شود. مانند ست مضرب های عدد 6. عدد 6 تعداد مضرب هایش قابل شمارش نیست دوستای عزیز. پس این ست مضرب های عدد 6 یک ست غیر متناهی رو بر از ما نشان میده. مثلا وقتی ما باز هم در هندسه میاییم، شما یک قطعه خط اگر در نظر بگیرین، قطعه خطی که از هر دو طرف چی باشه؟ محدود باشه. مثلا این طرف از طرف نقطه A محدود است، دو طرف از طرف نقطه B. تمام نقاطی که در بین نقطه A و B قرار دارند یک ستی از غیر متناهی بر از ما نشان میده. هر قدر فاصله بین دو نقطه نزدیک شود یا هر قدر فاصله بین دو نقطه کم شود، باز هم بین دو نقطه به نهایت نقاط وجود دارند. و این به نهایت، کلمه به نهایت باز هم با کلمه متناهی ریشه چی داره؟ مشترک داره. هر قدر فاصله بین دو نقطه نزدیک شو، مثلا ما نقطه A را در اینجا در نظر بگیریم، نقطه B را در این در نظر بگیریم، شما ببینید بین نقطه A و B فاصلش خیلی کوچک شده. باز هم از این کردم اگر کوچک شود، باز هم بین هر دو نقطه به نهایت نقاط وجود دارند و این به نهایت نقاط یک ست غیر متناهی را بر از ما نشان میده. امیدوار هستم تا این قسمتی از ویدیو مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا ویدیوهای درسی بعدی شما را به خداوند کریم میسپارم. خدا نگهدار.